چطور امروز اومدیم با گرفتن دوستان این اسکین انصافا اسکین خفنیه و دوستان این که من رو اکانت هستیم تیکت کم آوردم و الان در حال حاضر مأموریتی نیست که بخوام انجام بدم، به خاطر همین اومدم رو اکانت فیک و آره دوستان باگ این هم مثل ویدیو قبله. ابتدا واسه میزنیم یکی روی این میایم بیرون، میزنیم روی اچس میایم بیرون، دوباره میزنیم روی کاراکتر میایم بیرون، دوباره میزنیم روی اچس میایم بیرون، این دفعه کامل از استور میایم بیرون، دوباره میایم تو استور. استور من روی این زنم ولی اشکالی نداره. اینجا دوباره اینجا میایم بیرون، اینجا میای اینجا اینجا اشتباهی من دوباره اینو زدم. اینجا و بعدش اینو نگه می‌داریم، میزنیم روی این، میزنیم روی این، دوباره میزنیم و بعد میزنیم روی این، دفعه میزنیم روی این CP کنسل، میزنیم روی این، نگه می‌داریم، زدیم اینو میزنیم و الان به من درسشو داد. دوستان یه نکته که دنسر من الان دانلودن، ولی یه نکته که میخواستم بگم اینه که اگه بار اول نداد 2-3 بار بزنیم. باشیم دنسر هم با هم ببینیم. دنس خیلی قشنگی نیست دوستان، ولی اگه نداد حتما 2 بار بزنین، 2-3 بار بزنین. من خودم رو اکانت اصلیم نتونستم با بار اول بگیرم، ولی با بار دوم دیگه گرفتم. هم اینو، همین کاراکتر رو بار دوم گرفتم، همینو. و اگه ویدیو قبلی رو ندیدید حتما لینکش گوشه بالا سمت راست یا سمت چپ میاد، حتما به ویدیو قبلی هم ببینیم که باگ این اسکینه. و تا ویدیو بعد مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.